رئیس جمهور دیدار از 3 کشور آفریقایی را با سفر به بنین آغاز کرد. سفر به بنین در غرب آفریقا اولین مرحله از سفر رئیس جمهور به 3 کشور آفریقایی. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و بنین در ملاقات تقریباً 1 ساعته‌شان درباره ابعاد مختلف همکاری‌ها میان 2 کشور گفتگو کردند. رئیس جمهور دوشنبه تا ظهر در بنین خواهد ماند. Kumurubanga, Atina Kumba, Etiki Kinga, Namura Kunga. توجه فرمودید؟ متوجه شدین؟ حالا قوطی ساماندا. بله کوچیک رئیس قبیله. بله حالا امروز من به حول و قوه قلمی به بزرگترین، ثروتمندترین و تعیین کننده ترین کشور دنیا آمدم. دشمنان بدانند آنهایی